گیلانی ها دیگه خوب میدونن این چیه. البته الان دیگه همه ایرانی ها میدونن این چیه. زنه رو دید با دامن قرمز عصبانی شد، دوید به طرف زنه. این مردم فرار این ور اون ور. من میگه دیگه چاره ای نداشتم، اصلا کاری از دستم بر نمی اومد. دویدم گرفتم دامن کندم گرفتم جلوی این ورزا، این ور برو اون ور. اصلا بازار جمعه میگه آدما همه رفته بودن، اصلا دیگه آدم اونجا نبود، همه رفته بودن، من بودم با ورزا. نهار میخوای، کباب میخوای، بیای اینجا. نشنیدم چیه؟ تو مگه اون بیارو کی بود؟ اینجوری بود؟ نشنیدم ندیدم، من اسمش نمیدونم. اسمش چی بود؟ من نمیدونم. الان باید دست به دامن شما بشین، بیاین توی کامنتار بگی یه مرده هست اینجوری سمبول من نمیدونم. خب از اونجایی که کار ما خیلی زیاده تو مزرعه، واقعا هم زیاده. یعنی من صبح که از خواب پا میشم، پیشا یه طور دستور داره. مثلا پیشا اول من از خواب بیدار میکنه، اون میاد میو میو بهش غذا میدم، بعد مرغا اردکا تو لونه به هم دیگه میپرن، سر صدا میکنن، باید سریع به اونا برسم. هوا همچین که روشن میشه اونا کارشون شروع میرم و بعد دیگه کار باغ و اینا، صبحونه خورده صبحونه نخورده تا ظهر. می جانه یاره ایده کده بو اون غبای گلشی، امیر بجان با ما بو زمت بکشی. میچل چرانه جمعه امی خونه بر ملدی برانه. این دان سرویس اینقدر قشنگ میخونه، من ترجیح میدم سکوت کنم، صدای اینو گوش کنم. تقصیر نداشتم، آدم دیگری بوم، فرصت نداشتم. این پرنده عادت کرده تا من سر صدا میکنم یا حرف میزنم با مینا این میخونه، یا من آواز میخونم این میخونه. من یه چند دقیقه که ساکت میشم اینم ساکت میشه. این صدای جفتشه، دقت کنید، این با اون فرق میکنه صداش. یکیش هم اومد، جاتون خالی. برای غذا پختنم همش من از همین شاخ و پاهای استفاده میکنم. نه تنه درخت رو قطع میکنیم، نه لازمه که زغال بخریم. همین دور ریختنی ها کار ما رو راه میندازه. شما اگه درخت میوه و از اینطور چیزا دارید، شاخه‌ها که هرس میکنید، این بخشای کلفترشو نگه دارید برای از این کارا به دست بخوره. و تازه این خاکسترش یکی از بهترین استفادهاش این چیزه، قارچ. خاصیت قارچ کشی داره. پای درخت بریز اصلا کوی سر مخ بزنی. گوشتی که میخواین همون لحظه خورد کنید، کباب بزنید، این دفعه این مدلی که من درست میکنم امتحان بکنید. بهش گوجه بزنید، اینقدر زود نرم میشه. البته این گوشت یه مقداری مونده بیات شده و همون بیات شدنش
خیلی کمک میکنه به نرم شدنش. کلا گوشتی که میخرید از قصابی یه چند روز توی یخچال نگه دارید، بعد خوردش کنید، برای کباب خیلی بهتر جواب میده. اینجا که دارم این گوشت رو خورد میکنم، به هر حال بهارم شده، هوا گرمه، یکی دوتا مگس هم اینجا میچرخن، آدم یاد بازارهای هفتگی میفته، مخصوصا تو بازار جمعه و فومن، کلا تو گیلان بازارهای هفتگی غذا هم دارن. همون کسایی که اونجا کاسبن چیزی میفروشن اونجا نهار بخورن و خودشونو سیر کنن، هم مردمی که برای خرید میان و البته الان دیگه شده یه حالت توریستی داره، خیلی باصفایه، خیلی باصفایه، میان اونجا گردش و غذا هم میخورن. ما گیلانی هم به این میگیم چرک کباب. این چرک کباب اونا دارن درست میکنن، یا واویشگاه، مخصوصا واویشگاه روده درست میکنن، بعد اونا روده رو مثل این گوشت درست خورد میکنن. این مگس همونجوری اونجا نشسته با مگس کش میزنن سرش، اصلا داستانی داره، همونجوری مردم نشستن میخورن دیگه، همه عادت کردن. این ماجرای بازار جمعه رو گفتم، باز یکی از خاطرهای استازلی یادم اومد. من یه دوره قهوه خونه داشتم دیگه، کلا در طی این تقریبا 30 سالی که مشغول به کار بودم، 27 سالی که مشغول به کار بودم، همه کار کردم. یکی از اون کارهایی هم که برای یه 2 سال انجام دادم قهوه خونه بود. بعد رستوران زدم، بعد چند سالی رستورانم داشتم. یه روز که استاد علی اومده بود اونجا، داشت چای میخورد، یه دونه از همسن و سالاشم به اسم مرد ماشین داره باش شن میبره میاره، اسمش چیه تو یادت میاد؟ مشتی، آفرین، مشتی خسروی. مشتی که اومد اینا یه اول پرسی جانانه با هم کردن، و مشتی تر یاد مشتی بای بی ایت روز می دنبال بگوتی بی بشیم بازار جمعه ایتا گاف تر بینه تو دنی چی بو او گاف چی بکود می امره. مشتی هم غلقش داشت دیگه، هر کسی که باهاش میخواد صحبت بکنه همونطوری باش بله میکنه که اون داستانش رو تعریف بکنه. بخوای هر جای داستانش خنده بکنی یا بلنشی یا ضایع بکنی بدجوری عصبانی میشه. خلاصه مشتی هم گفت مری یاده بوشیم گاف بیاییم، تا این قسمتش هم درست بود. بعد رو کرد به ما هم تعریف کرد. ایت روز صبح میره چای بخورده بوم، ایوان سر نشته بوم، یعنی چایی رو خورده بودم سر همین ایوان، سر پله ها نشسته بودم. من فارسی بگم بذار همه متوجه بشن، اگه گیلکی بگم یه سری هم میفهمن، با مزه هم هست، ولی خیلی هم نمیفهمن. خلاصه میگه مشتی اومد صدام کرد، با مشتی رفتیم بازار. خلاصه یه گاو داشت، گاوش یه گوساله هم داشت، گوساله نر داشت، باش چونه زدیم، گاوشو خریدیم در 70 تومن. گاو و گوساله را آوردم خونه، 1 سال نگه داشتم، از شیر و ماستشم استفاده کردم. بعد گاو فروختم در 170 تومن. گوساله باز برام موند، گوساله نر. گوساله را 1 سال دیگه نگه داشتم. تو گیلان به روش سنتی گوساله نر رو میبندن توی انبار، میبندن، عقیده هم دارن باید تاریک باشه، اونو توی تاریکی نگه میدارن که وقتی بزرگ شد برای جنگ هم ببرن استفاده بکنن، پول چند برابری بگیرن. یا قصاب هم میخوان بدن، قصاب اول بندازه جنگ، بعد حیوان اگه برنده شد خیلی پولش زیادتر میشه، اگه باختم که میره برای قصابی. اینو میبندن تو تاریکی، اسمش هم میگن ورزه. انبار دوستم، یعنی توی انباری بستم و 1 سالم
نگهش داشتم. حالا گاوش شده 2 ساله، این ورزه شده 2 ساله. ورزه رو برداشتم بردم بازار، گشتم اول دنبال مشتی که مشتی تو دستت سبکه، تو این ورزه رو که برام خریدی من از مادرش کلی سود کردم، بیا اینو با هم ببریم بفروشیم. مشتی اون روز مریض بود همراهش نرفت، این با یکی دیگه رفت که میگه مشتی اگر تو بودی همراه من میومدی این برنامه ها پیش نمی اومد. من ورزه رو بردم بازار، همینجوری که مردم داشتن می اومدن قیمت بذارن صحبت میکردن، شلوغ بلوغ بود. این حیوانم مردم رو دیده بود، شلوغی رو دیده بود، یه خورده عصبانی بود. یه خانمی اومد از اون ور رد بشه با دامن قرمز. این ورزه وقتی که این زنه رو دید با دامن قرمز عصبانی شد، دوید به طرف زنه. این مردم فرار این ور اون ور. من میگه دیگه چاره ای نداشتم، اصلا کاری از دستم بر نمی اومد. دویدم گرفتم دامن کندم گرفتم جلوی این ورزه، این ور برو اون ور. اصلا بازار جمعه میگه آدما همه رفته بودن، اصلا دیگه آدم اونجا نبود، همه رفته بودن، من بودم با ورزه. خلاصه با همین دامن گرفتم سر اینو بستم، سرشو بستم، تناب پیدا کردم قشنگ اینو بستم، نشستم روی ورزه، دامن برداشتم نشستم روی ورزه. یه دونه ترراکه، یک چوب شاخه نرم زدم بکنه بسه این ورزه حرکت که به سمت هندخاله. دیگه ما رو میگه کسی ماشین سوار نمی کرد، ورزه رو مشکین نمی خرید. با همین ورزه نشستم بیام هندخاله. وسط را بیسیم من صدا زد، بیسیم صدا زد، جواب دادم، گفتن حاجی استازلی 2 تا جوان شرور با یک موتور سوزوکی هم مواد مخدر دارن هم اسلحه دارن، اینا از جاده زیابر برش دارن با 220 سرعت میرن. اون موقع همچین موتوری اختراع نشده بود. اینا با 220 سرعت دارن میرن، تو یه کاری بکن، ما اونجا هیچ نیروی دیگه نداریم، چشم امید ما هم توی. میگه من دیگه حالا تو فکر بودم خدا بکنه من این سوزوکی اصلا نبینم، من با گاو اونا با موتور 220 من چی بکنم چی نکنم. همینطوری فکر میکردم آها ما همین تنابو بر میدارم، تنابو میبندم، لخت میندازم، این کابویی هم میچرخونم میندازن، گاو و اسب میگیرن، اون گیلانی هم میگن لخت میگیرم، لخت آماده کدم اتو میره، اتو دلدلی کدم میره، کره آواز خندم، اتو کره فکر کدم خدا بکنه اما موتور نه بیدم. بله موتور صدا خوره از دور، اتو زوزه کشه موتور کره آیه، مرا آماده کدم. اتو که با ما داشتن رد بود بازم گاو سرعت زیاده کدم، با سرعت بیشتر گاو دنبال موتور انداختم، راهنمای چپ موتور گرفت، کشیدم، یه دونه کشیدم این موتور افتاد، یه دونه تنابو اینجوری کردم، یه دونه موج انداختم اینطوری پیچیدم، با همون تناب اینا هر دو نفر با موتور بستم. فقط پسره میگه دلم برای سوخت، التماس میگه استازلی این کمرم چسبیده به اگزوز، کمرم داره میسوزه. من چاره نداشتم، بالاخره یه ذره علف پلف گذاشتم لای کمرش که اون اگزوز کمر نسوزونه. این قشنگ به همه جزئیاتم این دهن سرویس نکته به نکته توجه میکرد. خلاصه میگه اینا رو همونجا انداختم، گفتم آقا من گاو سوارم، هیچ کاری نمیتونم بکنم، شما بیاید اینو بردارید خودتون ببرید. بعد چند روز میگه اینا اومدن برای من لوح تقدیر آوردن، گفتن تو بیا بشو رئیس پلیس این منطقه. من قبول نکردم، من کارم همینه، من باید گاو نگه دارم، کشاورزی بکنم، به مستضعفین کمک بکنم. شما من بیخیال بشید، از جوانهای انقلابی استفاده بکنید. این قسمت هم از داستان استازلی. برای 1 کیلو گوشت یه دونه پیاز متوسط رو به کوچیک کافیه. پیاز طعمشو بهتر میکنه و گوجه، یه گوجه ترشمزه استفاده بکنید. با یه گوجه ترشمزه این ویتامین سی که توی گوجه هست
این گوشت توی نیم ساعت توی 1 ساعت اصلا میکنه پنبه. یعنی تمام پلو رو با پزم آماده بکنم آتیش درست کنم این گوشت نرم شده. 1 روز بمونه که دیگه عالی. مثلا کلا من با انجیر شیره انجیر و اینا کلا حال نمی کنم. کیوی هم همونطوریه زیادی نرمش میکنه. این گوجه رو ولی امتحان کنید ببینید چی میشه. فلفل سیاه به کباب ما گیلانی ها خیلی میزنیم. اصلا تو منطقه ما حداقل سمت انزلی و این ورایی که ما هستیم اینطوری پر فلفل همه دوست دارن. حالا یکی نیاد بگه که من گیلانی هم، کی گفته گیلانی ها پر فلفل میخورن؟ برای همون من باید مواظب حرف زدنم باشم. گلپر هم بزنید. اگه تا دیروز به کباب و به گوشتتون گلپر نمیزدید گلپر بزنید. یعنی به مرغ، به گوشت، ماهی، مخصوصا به ماهی گلپر بزنید قبل از سرخ کردن یا اواخر سرخ کردن. وقتی که میخواید آب نارنج بزنید ماهی رو باید سرخ کنید بس سراخر نارنج بزنید. اونا رو باید من تو آشپزی هم به شما میگم. به این گوشت کباب هم گلپر بزنید. خیلی خوشمزه و خوش طعمش میکنه. اینو یک کباب فروش قهار داره به شما میگه. آن مرد آمد، آن مرد با پلا آمد. چرا همش میگن بابا نان داد؟ مثلا نمیشه بابا پلا بوده. همه بابا مثل که پلا درست میکنه. نه گیلانی همه بابا پلا درست میکنه. گیلانی ها دیگه خوب میدونن این چیه. البته الان دیگه همه ایرانی ها میدونن این چیه. میرم کارم مرا از سوالی کرد میرم کارم مرا من. مزبوط رو شما فرسما بذاریم به جاتون خالی. یعنی واقعا جدا میگم جای همتون تک تک اینجا خالی. مخصوصا اونایی که مدت طولانی تری تو کامنت ها با ما در ارتباط هستن. ما تو لحظات خوشمون به تک تک شما فکر میکنیم. شاید شما رو تصویرا ندیده باشیم اما یه تصویر ذهنی تو ذهنمون هست که تو لحظات خوب شما در کنارمون هستید. دفعه بعد ما مهمان مینا خانم هستیم. قراره که مینا خانم برای ما قاینهار درست کنه. گیلانی ها که میدونن قاینهار چیه، اونایی هم که نمیدونن قاینهار یه وعده ایه بین صبحانه و نهار. تقریبا ساعت 10 صبح
تو مزرعه های برنج یا مزرعه خیار و اینا صاحب زمین این وعده غذایی رو برای کارگران میاره، یک نیم ساعتی تا غذا میخورن، یه استراحت میکنن، چای میخورن، باز کارشون رو ادامه میدن. این غذا همه یه طرف، اون اشبالی که از شکم ماهی در آوردم، اون خاویاری که در آوردم، اون یه طرف دیگه. من تازه اشبال مای سفید که دیگه اشبال ماهی سفید امسال ما نداریم کلا. از یکی دو روز دیگه تازه من باید برم ماهی گیری. سهمیه پارسال مونتان که آره سهمیه پارسال زمستون خوردیم تموم شد. یه چند تا کولی مونده، از یکی دو روز دیگه برم ماهی بگیرم. یه چند تا ماهی سرخ کردن و ویدیوهای این شکلی هم داریم. یه کولی غرابیش باید درست کنیم. کولی غرابیش اون شاید خیلی هستون تا حالا نه دیدین نه خوردین، اون عالیه. آره کولی غرابیج، اناربیج، اینا غذاهای گیلانی و غذاهای خیلی خوبی هستن. من اینقدر تعریف اشبال کردم، اشبال مینا همه خورد. دست بزن راحت باش، من میخوام. برای من مونده مایشور. ما همون کولیارم رو آتیش سرخ میکنم. بیا اینجا. نه اون مال تو، من کولی میخورم. جاتون خالی. سیاه کولی هم کم از اشبال نداره. توی غاینهار هم اینطوریه دیگه. تو غاینهار مایشور یا مای دودی میخورن دیگه، اشبال نیست. کباب هم نداره، یه ریتم دیگه ای داره. حالا دیگه همه لو نده. همه رو لو نمیدم دیگه تا اون روز. خب خیلی خوشحال شدم که توی این ویدیو هم همراهمون بودید. خیلی خوشحالتر میشم کامنت های شما رو ببینم. بعد هر ویدیو مثل همیشه من منتظر کامنت های شما هستم. هزاران کامنت هم باشه من تک تکشون رو جواب میدم. این کار رو با عشق انجام میدم و دوستتون دارم، واقعا دوستتون دارم. شب و روز ایام خوبی رو براتون آرزو مندم. خداحافظ.